سلام، روزتون بخیر باشه. یه سوالی که خیلی از من پرسیده میشه اینه که من ابتدای کار نمیدونم چه صندلی و چه تختی بخرم. نمیدونم روی کدوم راحت باشم. اول اینو بهتون بگم شما باید برای خودتون از این صندلی های تابلوهای چرخشی بخرین. حتما نشیمنگاهتون باید حالت کاملا طبی داشته باشه و کمرتون و گودی کمرتون رو بگیره. این از این و هزینه‌ای که برای این صندلی میکنین باید بیشتر از اون صندلی باشه، چون شما همش روی این صندلی نشستین و دارین کار میکنین. تخت و صندلی که برای مشتریتون میتونین تهیه بکنین از این تختای 3 تیکه هستش. 2 تیکه هم هست اما 3 تیکه ها قطعا بهتره. پشت کمری این قسمت کامل تنظیم میشه، میاد بالا و حالت صندلی میشه. یه سری روی حالت صندلی کار میکنن، یعنی این قسمت یه مقدار باید بالاتر باشه. یه سری کاملا حالت تخت میکنن، این قسمت رو باید تخت باشه که بتونن زاویه و فشار دستشون رو کنترل بکنن. این صندلی ها هم باز درجه 1 2 3 داره که من توصیه میکنم همیشه برای متریال وسیله هاتون بهترین ها رو تهیه بکنید.